بسم الله الرحمن الرحیم. امروز موضوعی که در عقیده یا خود عقیده طحاوی میخوانیم خواهران عزیز، امرهایی که الله به ما میگوید که مثلا این عمل رو انجام ده یا اینکه این عمل رو انجام نده، تا چه اندازه ما به آن قادر هستیم، یعنی قدرت ما بالای امرهای الله تا چه اندازه هست. و این چنین درباره این که یگان چیز به خواست الله، به اراده الله و به رضایی الله نمی شود. در متن این درس امام طحاوی میگویند: والاستطاعت التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين والسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خواهران عزیز، گروه هستند بودن و تا حال همون فکر یا اون جزء از اون عقیده در بین مردم است که گویا که هر چیزی که پروردگار به ما امر میکند، با آن پروردگار هیچ یک کاردار نمی شود. انسان خودش راهش را یافته می گیرد. یعنی الله در تمام عملها بنده را کاملا آزاد گذاشته است. کاملا آزاد گذاشته است. یعنی وقتی که تو نماز میخوانی، این به توفیق الله نه و از اینکه خودت اختیار داری و خواندی. وقتی که تو کفر ورزیدی، این به گمراهی الله نه و تو خودت این راه انتخاب کردی. اولا عقیده اهل سنت و جماعت این است که هر چیزی که خواه مسلمان خواه کافر انجام میدهد به خواست الله نمی شود و پروردگار تا اذن ندهد یگان بنده یگان حرکت کرده نمی تواند. برای همین اینجا میگن همان توانایی که هر عمل را ما با آن انجام میدهیم، توفیق آن به دست الله، به دست بنده نیست. یعنی وقتی نماز خواندی بدون که الله به تو توفیق داده است و اگر الله توفیق ندهد تو این را کردن نمیتوانی. وقتی در درس های اشتراک میکنی، این توفیق الله هست که به تو داده است. یعنی از پیش خودت یگان راه راست را حتی یافته نمیتوانی. از اینکه یک گروه که گروه قدریه هستند میگویند نه، توفیقی که بنده با آن عمل صالح انجام میدهد به دست خودش هست. اینجا امام طحاوی به آن رد میزنند که نه، آن توفیقی که شما در کار کردن عملهای صالح انجام میدهید و چه است؟ به دست الله هست. و این چنین وقتی که الله ما رو به کار امر کرد و آن کار رو ما به خاطر بیماری، به خاطر یا اینکه ناتوانی انجام ندادیم، این رحمت الله هست که به آن ما را مؤاخذه نمی کند، یعنی به ما جزا نمی دهد. الله میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله اصلا شما را به چیزی که از دست شما نمی آید به آن امر نمی کند. تکلیف آن امر شما به دست، یعنی امری که الله شما را کرد بدانید که شما از عهده آن میبرید. اما یکی شما مثلا قدرت ندارید، بیمار هستید و راست ایستاده نماز نخواندید، برای حج کردن شرایط ندارید و حج نکردید، یا اینکه مثلا بیمار بودید روزه نگرفتید، اینها رو الله چی میگوید؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله هرگز شما رو وقتی که نتوانستید به آن امر نمی کند. و در این باره مثلا وقتی که الله برای ما گفت لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی الله شما را از آن چیزی که به آن قادر نیستید از آن زیادی به چیزی امر نمی کند. این معناش این نیست که هر کاری که شما مثلا تنبلی کردید من نتوانستم به این گناه ندارد. نه، اینجا سبب های شرعی هست. مثلا اگر شما بیمار هستید، در این وقت شما میتوانید نماز نخونید، اما از روی تنبلی نه. یا اینکه مثلا شما پول دارید و گفتید نه من نمیتوانم به حج روم، حتما باید اینجا یک دلیل دیگر باشد که مثلا یا بیماری یا اینکه نداشتن پول. و از روی مثلا فتقوا الله ما استطعتم میگه در آیت دیگر الله شما به قدر توانتان تقوا ورزید. یعنی تو میتوانی تقوا کن، هر چی کردی و نتوانستی حرکت کردی به اون تو رو الله چی جزا نمیدهد. یعنی اما مثلا نتوانسته، نکرده، حرکت نکرده من نمیتوانم گفتن، این چی میشود؟ از روی تنبلی میشود. مثلا
منافقین به پیامبر میگفتند لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ما میتوانستیم همراه شما به جهاد میبر آمدیم. الله میگوید که نه، اینها دروغ میگویند، اینها خیلی میتوانستند، بلکه اینها چی میکنند؟ بهانه میجویند. یعنی وقتی که الله ما رو به چیزی امر کرد، این رو باید بدانیم که ما برای نکردن آن کار در حقیقت قوت ما نمیرسد، در حقیقت عاجز هستیم، یا از جهت سلامتی یا از جهت چیزی دیگر، یا اینکه ما اینجا تنبلی میکنیم، ما اینجا تنبلی و بهانه جویی میکنیم. هر کاری که بهانه جویی کردیم به آن البته جوابگو هستیم، اما هر کاری که بهانه جویی نکردیم در حقیقت ما نتوانستیم، به این گناهگار نمیشویم. و اکثریت سوال خواهران هم در همین جا می آید. مثلا میگویند من در زیر مواد مخدر یا گفتیم زیر نرکوز بودم و بیمارستان یک مرد داخل شد و من بیدار شدم، بعداً فهمیدم که جراحی مرا یک طبیب انجام داده است. من گناهگارم یا نه؟ یعنی وقتی تو خواب بودی چه خیلی تو گناهگار میشوی؟ در دست تو اختیار طبیب نبود. یا بعضی مثلا در خوردی هم این گونه شده بود، یا در پدر و مادر من این گونه هستن، من گناهگارم یا نه؟ وقتی که خواهران عزیز هر کاری که از دست ما می آید، یا از روی تنبلی یا گفتیم از روی سرکشی آن رو انجام ندادیم که ما خودمون میدونیم این رو از روی تنبلی کرده ایستادیم یا از روی سرکشی، به آن جوابگو هستیم. اما کارهایی که نه از روی تنبلی هست، نه از روی سرکشی هست، بلکه از جهت اینکه مثلا شما بیمار هستید، در حقیقت یک شرایطی هست که میدونید که علاج آن رو انجام دادن نیست، باز هم همون با بیماری مثلا نماز خواندن یا روزه داشتن یا پول نداری و صدقه کردن، در این وقت چی است؟ اصلا نباید فکر کنیم که به این الله ما رو مؤاخذه میکند، برای اینکه در دست ما نیست، در قوت ما آن چیز نیست. و در مصرع دیگر یا گفتیم در متن دیگر میگویند و افعال العباد خلق الله و کسب من العباد، و هر کاری که بنده ها انجام میدهند آن رو الله می آفرد، چون الله خالق و کل شیء، الله آفرنده همه چیز هست، اما آن عمل ها را بنده ها انجام میدهند. اینجا هم خواهران عزیز دو گروه داریم. یک گروهی که میگویند هر کاری که تو میکنی از دستت می آید، اون رو الله تو رو مجبورت میکند که میکنی. مثلا گناه کردی، الله تو رو به آن مجبور کرد. کار ثواب کردی، الله تو رو به آن مجبور کرد. و انسان گویا که مانند یک پری پرنده باشد که در شمال او را این طرف و آن طرف میبرد. انسان هم در برابر تقدیر یا گفتیم قدرت الله این گونه هست. الله چیکار خواهد او را میکند که این طایفه البته گمراهند. برای اون که میگن فرعون برای فرعون بودنش اینجا خودش گناهگار نیست، الله او را این گونه کرد. یعنی تمام چیزی که از انسان میشود میگن چی است؟ انسان مجبور است تحت جبر الله این را انجام داد، که طایفه جبریه میگن. و طایفه دیگری هستن که میگن هر کاری که انسان میکند با اون الله هیچ دخالت نمیکند، انسان خودش کارهای خودش رو میآفرد، میسازد، انجام میدهد. و اینجا اهل سنت و جماعت در این مسئله وسط یا گفتیم حالت میان هستن که میگوین نه، کارهای هم هست که در حقیقت انسان در آن یگان قدرت ندارد. یعنی بعضی کارهای هست که ما هیچ کار کرده نمیتوانیم، مانند مرگ، مانند به بعضی بیماری ها تولد شدن، یا در کدام دولت تولد شدن، در این مسئله ها، یا مثلا پدر و مادری گمراه داشتن، برادر و خواهر گمراه داشتن، هرچی تربیت کردی فرزندت صالح نشدن، که هرچی کردی دیگر میگوی در دست من هیچ چیز نیست، خواستی الله این گونه است. اما کارهای دیگر هم هست که آره پروردگار آن کارها رو می آفرد، اما اختیار به دست شماست. مثلا الله هرگز شما رو رو دروغ گو نمیگوید که بروی دروغ گویی و گویی در تقدیر من دروغ گویی بوده است، یا مثلا روی نماز نخونی و گویی تنبلی در دست خودم نیست. یعنی اینجا چی است؟ همه چیز رو بالای تقدیر بار کردن و من مجبور هستم، اگر الله نمیخواست نمیشد. یعنی به گناه ها این گونه بهانه ساخته نمیشود. این رو نه عقل انسان نه فطرت انسان قبول دارد. عمل هایی هست که از دستتان هیچ چیز نمی آید. یکی برآمد مثلا خیشتان تبارتان در صدمه
در کوچه مرد، هیچ نمیخواستید که او برود، هرچی از دستتون آمد برایش هیچ کار کرده نمیتوانستید. یکی فرزند بیمار به دنیا آمد، آره، یکی چیزهایی که مثلا عموما در دست ما نیست، ما میگیم تسلیمیم به تقدیر الله. اما در مسئله انجام دادن عملهای صالح الله چیکار میکند؟ برای من و شما اختیار داده است که بکن، کنی ببینم تو این هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفور، کدام راه کتی میروی و به این مؤاخذه میکند. مثلا الله اصلا به خاطر گناه پدر و مادر من و شما را به دوزخ نمیکشاند، اما به خاطر بی‌مسئولیتی که نسبت فرزند کردیم به این ما جوابگر هستیم. به خاطر نمازی که نخواندی البته به این جواب میگویی، اما بیمار شدی و از خوابت خستی به این جوابگو نیستی. یعنی دو چیز را با هم باید جدا کنیم. کارهایی که همه گناه را، یا گفتم کارهای ثواب را عموما من در دستم نبود و الله انجام داد گفته هم نمی شود، همه چیز در دست من هم گفته نمی شود. باید بین این دو چیز باشیم که عقل سالم هم این را قبول دارد. و در متن دیگر میگن ولم یکلفهم الله تعالی الا ما یطیقون ولا یطیقون الا ما کلفهم و هو تفسیر لا حول ولا قوة الا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعات الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غیر ظالم ابدا لا يسأل اما يفعل و هم يسألون. میگویند هر چیزی که الله شما رو به آن امر میکند بدانید که شما توانایی آن رو دارید. وقتی الله شما رو گفت 5 وقت نماز خوان، چی در زمستان، چی در بهار، چی در سفر، چی در حضر، وقتی الله به شما گفت روزه بدار، چی در تابستان، چی تیرما، چی روزی کوتاه، چی روزی دراز، وقتی الله به شما گفت اصلا به زنا نزدیکی نکن، اصلا به ریبا نزدیکی نکن، به پرتسه نزدیکی نکن، الله میداند که شما از عهده این کارها میبراید. و اصلا مثلا یک مادر، برای مثال زنیم، یک مادر کودک 2 ساله اش را اصلا مثلا رفته خرید کرده بیا نمیگوید، یا مثلا به کودک 3 ساله اش چرا تو خانه ها را تمیز نکردی نمیگوید، چون مادر میداند که کودک این کار رو کرده نمیتواند. و پروردگار به بنده هایش هر کاری را که کن گفت یا آن کار را نکنید، به آن نزدیکی نکنید گفت، یقین بدانید که شما بنده ها از عهده آن میبراید. یعنی الله چیزی که شما نمیتوانید به آن امر نمیکند. انا این معنیش چی است؟ این است که انسان هایی که میگن من اصلا قرآن خوانده نمیتوانم، یا بعضیاشا میگن من اصلا مثلا از تماشای همین چیزهای حرام خود را داشته نمیتوانم، یا میگن بعضیا عموما علاج سطر کردن ندارم، هوا گرم است آدم از گرمی میمیرد، یا بعضیا میگن من تماما بدنم همین گونه ساخته شده است که من روزه گیری نمیتوانم. چی میگه؟ دروغ میگویی. الله که به تو روزه را فرض کرد، سطر را فرض کرد، او میداند که تو از عهده آن میبرایی، مگر اینکه بیمار باشی، که در حالتهای بیماری چی گفتیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه که عمران ابن حسین میگن من نشسته نمیتوانم از بیماری، میگن پس راست ایستاده نماز خوان یا خوابیده نماز خوان. پس اینجا هر عملی که الله به شما کنید گفت یا نکنید گفت، یقین بدانید که شما از عهده آن میبرید. وقتی الله جهاد را برای مردها فرض کرد، یقین بدانید که از عهدهش میبرند. اما نه، ما نمیتوانیم، این چی هست؟ بهانه‌جویی هست، چون الله به کاری که شما قدرتش را ندارید به آن امر نمیکند. در دوامش میگن و اما بدانید که لا حول ولا قوة الا بالله، شما اصلا با یگان طرف نه حرکت کرده می توانید، نه یگان قوت دارید مگر با کمک الله. اگر الله نخواهد شما نه یگان قدم زده می توانید و نه یگان حرکت کرده می توانید. و هر چیزی که، هر حرکتی که می کنید
آن را به کمک الله میکنید و هر کاری خیری که میکنید آن را به توفیق الله میکنید و یگان قوت بالای قوت الله نیست و یگان خواسته های بالای خواسته الله نیست. یعنی خواهران عزیز، همین دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت غم و اندوه هم زیاد لا حول ولا قوة الا بالله گوید، میگویند حدیث رو در درس تفسیر خوانده بودیم که کسی که دو فرزندش می رود و به دست ظالمان گرفتار می شود، پیامبر بر دوام لا حول ولا قوة الا بالله گوید. میگویند معنای لا حول ولا قوة الا بالله این است که پروردگار به خواست تو من هیچ کار کرده نمیتوانم، به کمک تو من یگان کار کرده نمیتوانم، من بیچاره ام در برابر قدرت های تو، من بیچاره ام در برابر تقدیر تو، من بیچاره ام در برابر خواسته های تو که بالای خواسته های من است. و این معناش این است که ما همچون بنده وقتی که این رو قبول کردیم که در برابر خواسته های الله، در برابر نقشه های الله هیچ چیز هستیم، کاملا تسلیم به الله می شویم. و اینجا گروه هستن که قدری های زمان هم گفته می توانیم حرکت کردم پولدار شدم، حرکت کردم علمدار شدم، پدرم سبب شد که صاحب خانه شدم. اگر الله نخواهد هیچ چیز نمیشد. برای همین نعمت های را باید برگردانیم به الله. پروردگار برای من نصیب کرد، صاحب نعمت برای من نصیب کرد، الله نمیخواست نمیشد. یعنی ما بعضا به جای الله بعضی انسان ها رو میگیم که همون انسان بود که شد، یا خودمون را، من با حرکت خودم. حاضر باز برآمدگی هستن در یوتیوب هم میبینید، تو حرکت میکنی در یک مدت صاحب ماشین میشوی، صاحب خانه میشوی، یا گویا که صاحب همه چیز میشوی. خواهران عزیز، اگر الله خواهد در یک دقیقه همه چیز به دستتان می آید. اگر الله خواهد در یک لحظه همه چیز از دست ما می رود. البته حرکت باید باشد. یعنی این معنایش این نیست که تو هیچ حرکت نکرده الله نخواست گفته نشین، نه، حرکت کن. برابر حرکت کردنت یقین بدان یکی خواسته الله نباشد با حرکتت به جای نمی رسی. یکی خواسته الله باشد با کمترین حرکت به همون جا میرسی. یعنی اینجا چی کرد؟ زیادی باید به الله توکل کرد و یقین داشته باشیم که به خواست الله کار کرده نمیتوانیم، به توفیق الله به یگان عمل صالح مایان موفق نمیشویم. و اینجا سبحان الله اصلا چیز عجیبش این است که بعضیا مثلا گفتیم همه چیز به خواست الله می شود، هیچ چیز به خواست الله نمی شود. البته این معنیش این نیست که تو هر گناه بکنی و بعد چی گویی به خواست الله شد. خیلی که در این باره گفتم در مسئله گناه ها اختیاری که الله به دست تو داده است آن را نباید فراموش کرد. و چیزی دیگر مسئله این که پروردگار در قرآن می گوید و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما، یا در آیت دیگر ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید. شما بدانید که من هر چیزی که تقدیر کردم در لوح المحفوظ آن می شود، اما باز یقین بدانید که من به بنده هایم ظلم نمی کنم، من به بنده هایم ظلم نمی کنم. در آیت دیگر می گوید و ما ظلمناهم ولکن كانوا هم الظالمین. ما اصلا به هر بنده که یا به هر مردمی که بلا فرستاندم این من ظالم نبودم، آنها بودند که ظالم بودند و به این عقاب می ارزیدند. معنیش چی است؟ یعنی بعضا بنده همین گونه یک راه درآمد شیطان به انسان است. یک مصیبت به سرمان می آید، خواه از بیماری باشد، خواه از قرض باشد، خواه از این بیچارگی ها باشد، یعنی مقصدم غریبی و هجرت و اینها. بعضا شیطان با همین راه می‌دارد که تو چقدر بیچاره هستی و پروردگار چقدر به تو ظلم کرد، چرا دیگرها نیو تو این روزها رو می‌بینی؟ تو در حقیقت مظلومی، در حقیقت مظلوم هستی، برای تو ظلم کردن. اول بنده ها رو بالای خود ظالم میگویم، بعدن الله به تو ظلم کرد. همین گونه شیطان داخل می شود. بنده هر مشکلی که به سرش آمد، بنده مسلمان اولا باید حسن ظن به الله داشته باشد. انا عند حسن ظن عبدی بی میگوید الله، من در نزد گمانهای نیکی بنده ام. یعنی شما به الله چقدر گمان نیک داشته باشید الله همین گونه با شما رفتار میکند، به شما نصیب میکند. وقتی بالای سرتان مشکلی مصیبت آمد حتما باید این آیت در سرمان باشد و ما انا بظلام للعبید. الله میگه من بالای بنده ها ظلم نمیکنم.
هر مشکلی، هر کمبودی که آمد یک حکمت دارد که بعداً برای ما سر آن حکمت یا گفتیم حکمت آن حکمت گشوده می شود. یعنی هر مصیبتی که آمد حکمت آن رو بعداً می فهمیم. یک باره با وسوسه شیطان و با اینکه شیطان ما رو نوازش میکند که تو مظلومی، تو بیچاره، نباید به الله شکایت کنیم که چرا به من این مشکلی را فرستاده. برای چی؟ برای آنکه الله برای خود ظلم را حرام کرده است و میگوید و جعلت بینکم محرما فلا تظالموا، من بین شما هم حرام کردم به هم دیگر اصلا ظلم نکنید. الله اصلا به ما ظلم نمیکند. هر چیزی که در دستمون نیست و از طرف تقدیر به سر ما آمد، یقین بدانید که یک حکمت‌های پوشیده دارد، یک سرهای دارد که الله بعداً به ما می‌کشاید. برای همین پیشتر چند سال پیش مشکلی های به سرتان آمده را یک بار فکر کنید، بعد از وی حتما یک راه های کشاده شده بود که آن مشکلی نمی بود، آن کشایش ها نمی آمد. پس اینجا چی است؟ نباید تقدیر رو یا سرنوشتی ظالم گوییم یا سرنوشتی بیرحم گوییم، یعنی قسمت بیرحم، تقدیر تلخ من، که چون تقدیر رو وقتی ما تلخ و بیرحم و ظالم میگوییم یعنی تقدیر ساز، گویا الله را با این صفت ها داده ایستادیم که اصل و پروردگار حاشا که پاک است و منزه است از ظلم کردن بالای بنده هایش و الله حکیم است. یعنی چه خیلی گفتم حکمت الله این است که به سر بنده ها بعضی مصیبت و مشکلی ها می آید تا که بنده خودش را شناسد که چقدر بیچاره است، چقدر در پیش تقدیر الله از دستش هیچ چیز نمی آید و این چنین بزرگی خالقش را شناسد که چقدر خالق دارد که در یک لحظه زندگی او را همش را چپگردان میکند یا گفتیم روی راست و چپ و راست میکند و باید در عبادت بنده اش باشد. الله میگوید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، شما گمان میکنید که ما شما را همین خیلی بیهوده آفریدیم و شما چی کار خواهید در دنیا میکنید و در قیامت به من بر نمیگردید. یعنی همین گونه به حکمت و ظالمانه من شما را آفریدم که کی چیکار خواهد در دنیا گردد و بعدا نابود شده رود. یا اینکه در آیت دیگر میگوید افنجعل المسلمین کالمجرمین، گمان میکنید ما مسلمان ها را مانند مجرمان یا کافران میکنیم، اینها هر دو برابرند، هر دو در دنیا زندگی میکنند و بعدا نیست شده میروند. نه، من صاحب حکمت هستم، من همه را به خودش موافق جزایش را میدهم، همه را به خودش موافق سرنوشت و تقدیر هم ساختم و شما نباید که اینجا گمان کنید که از روی ظلم بود که برای من این گونه آمد. علل خصوص در مسئله ظلم یا گفتیم در مسئله یعنی ما چرا این گونه بیچاره هستیم و مظلوم هستیم، بعضی هستن که میگویند فلانی همیشه دعوت میکند یا فلانی همیشه قرآن خوان است، فلانی همیشه بنده صالح است، اما ببینید که چقدر بالایش بلاها آمد، چرا این گونه اینقدر عبادت کرد، اینقدر کارهای صالح کرد و باز هم بالایش این گونه شد. ولی عزیزان، خواهران عزیز، نعمت هایی که الله به ما داده است تمام عمرمان اگر ما در عبادت الله باشیم هم شکر آن نعمت ها را انجام داده نمیتوانیم. فقط نعمت یک چشم، تمام هستیتان را بدهید به شما مثل یک چشم آدم یافته نمی شود. نعمت یک دل، نعمت یک دست و پا. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگویند؟ شمایان با عملهای خودتان داخل جنت نمی شوید. عملهای شما برای شکر کردن الله حتی کفایه نیستند. یگانه رحمت الله هست که شما را داخل جنت میکند. وقتی پرسیده می شود که حتی تو هم پیامبر، یعنی پیامبری الله، اونی که هیچ نماز تهجد خونده نیست، اونی که در عملهای صالح در اولین درجه هستی، تو هم حتی عملهایت به جنت نمیبرد؟ پیامبر میگن آره، حتی من هم عملهایم مرا به جنت نمیبرند مگر اینکه الا ان یتغمدنی الله برحمتی، الله مرا به رحمتش گیرد و مرا به جنت ببرد. پس با عملهایمان فکر نکنیم که ما داخل جنت میشویم. عملهای ما در جنت درجه های ما رو بالا میکند، وگرنه تمام نماز خواندمان، مثلا تصور کنید یک نفر برای شما اگر یک خانه داد میگه تمام اون برایش تشکر کنم هم کم است، اما الله برای ما تمام نعمت هایی که در دست ما هست داده است و در یک لحظه به خاطر گناه یا گفتیم سرکشیمان همه اون را از دست ما گرفته میتواند، لیکن این رحمت الله هست که نمیگیرد.
رحمت الله هست، مهربانی الله هست که رحمت الله همیشه سبقت رحمت علی غضب. این چی است؟ یکی از حدیث های قدسی هست که رحمت الله غضب الله را پیش گرفته است و الله با رحمتش شمایان را به خاطر گناه هایتان یا بنده ها را، ما و شما را به خاطر گناه هایمان نابود نمی سازد. اما این رحمت الله هست که همه آن عبادت های کردهمان به قدر یک نعمت الله نبراید، هم باز هم الله برای سپاس از ما یا گفتیم به ما اجر و ثواب دادن داخل جنت میکند. و بنده در همین جا نباید مغرور شود. یعنی من زیاد عبادت میکنم، من زیاد نماز میخوانم. بعضی خواهرها از نمازهای تهجد خود مثلا فخر میکنند، بعضی ها از زیاد قرآن خواندن. هر عمل صالحی که شما میکنید یا من و شما میکنیم، بدانیم که در برابر آن همه نعمت هایی که صاحب آن نعمت الله داده است کم است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوبکر صدیق که هم جانش هم مالش را به اسلام فدا کرده بود، دعایی که پیامبر یاد داده بودند چی بود؟ بعد از نماز میگن تو این دعا رو بخوان ابوبکر، و حدیث در بخاری مسلم است، میگن قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پروردگارا، من به نفس خودم به خودم خیلی ظلم کردم و گناه ها را به جز تو کسی نمی بخشد. مرا از نزد خودت از مغفرت و رحمتی که داری ببخش و به رحمتت گرفتار کن، البته که تو بخشاینده مهربانی. یعنی پیامبر به صدیقی که ابوبکر که از اولین ها به اسلام در آمده و تمام مالش و چه خیلی گفتم جانش را فدای اسلام کرده بود، پیامبر این دعا را یاد دادن که بگو که من ظالم به نفسم هستم، من گناهگار هستم، من در برابر تو کوتاه هستم ای پروردگار و مرا تو ببخش. یعنی سبحان الله، وقتی که به ابوبکر صدیق پیامبر دعا یاد میدن که از گناهایت استغفار کن و در نزد پروردگارت چقدر بنده مقصر بودند رو به گردن گیر، اعتراف کن، پس من و شما کجا هستیم؟ یعنی کجا هستیم که بفخریم به 2-3 ساعت درسی کرده امون، بفخریم به نیم ساعت و 1 ساعت نماز خونده امون، نه من جوانیم در این گذشت، پیریم در این گذشت و انمین چیز. یعنی مغرور شدن با عبادت، مغرور شدن با علم سبب می شود که ما چیکار کنیم؟ از رحمت الله دور شویم و سبب می شود که ما یک فراموش کنیم که صاحب نعمت ها کی هست. اگر به شمارش داریم که چقدر الله به ما نعمت داد و برای هر یک این نعمت چقدر ما شکر کردیم، اصلا تشکر آن نعمت ها رو کرده نمی توانیم. پس اینجا چی میگوین؟ بدانید که شما هر عبادتی که میکنید به آن هم شکر کنید که این توفیق الله هست. اولا. دوما بدانید که عبادت های شما در برابر نعمت های شما هیچ چیز هستند. تا میتوانید استغفار زیاد کنید و دعای زیاد کنید که پروردگار گناه های مرا بخش و مرا ثابت بدار، که اگر الله شما را ثابت ندارد شما یک و یک باره لا حول ولا قوة الا بالله از راه خودتان دیگر پریشان و دور می شوید. و اینجا چی هست؟ اینجا معنیش این است که مؤمن علل خصوص در عقیده ما اهل سنت و جماعت این است که هر عمل صالحی که انجام دادیم به توفیق الله بود. الله نمیخواست، هیچ کار کرده نمیتوانستیم. هر گناهی که کردیم الله نمیخواست، نمیشد، اما باز ما مقصر هستیم، کوتاهیمان را اعتراف میکنیم. و این چنین عبادت های ما چقدر باشند هم با شکر کردن نعمت الله برابر نمی شوند. ما فقط تمام عمر عبادت کرده امان برابر شکر کردن، یعنی شکر الله را به جا آورده نمی توانیم. و الله اگر یک تمام بنده هایش را
به عذاب گرفتار کند هم حق دارد، چون بنده ها اصلا حق بندگی را انجام داده نمی توانند. اما این رحمت الله هست که به خاطر گناه ها بنده ها را زود مؤاخذه نمی کند، جزا نمی دهد و بخشنده و مهربان است که چقدر نسبت الله تو کوتاهی کرده باشی هم با یک توبه نصوح خالصانه که به الله برمیگردی، الله گناه های تو را می بخشد. و اینجا مسئله دیگر است خواهران عزیز، مسئله چی چیز را برای مرده ها بخشیدن ممکن، کدام عمل های ثواب را، و این چونین درباره دعا کردن هم برای مرده ها و هم برای انسان ها خودشان که الله نصیب کرده باشد به اذن الله صحت سلامت باشیم، روز سه شنبه آینده دوام میدهیم.